خب امروز میخوایم 3 تا از محبوب ترین کافه بیکری های تهران رو با هم دیگه بریم ببینیم که من شنیدم خیلی شیرینی های جذاب و خوشمزه‌ای داره. بریم امتحانش کنیم ببینیم چجوریه. خب اولین کافه‌ای که بهش سر زدیم کافه اکلره که یکی از زیباترین کافه های به سبک فرانسوی در تهران محسوب میشه. یه محیط دنج و آروم با خوراکی های خوشمزه داره که ما تارت نارگیل و نیویورک رول بریش رو امتحان کردیم که طعم لذت بخشی داشتن. این کافه از ساعت 8 صبح تا 11:30 شب بازه و میتونید بهش سر بزنید. کافه بعدی کافه اتس. یک کافه کوچولو با دکوراسیون خیلی قشنگ که شیرینی‌های خاصی هم سرو میکنه. گیلاسی این کافه واقعا طعم بهش میداد. با اینکه اون قسمت انتهایش رو دوست نداشتم اما خود گیلاسا عالی بودن. این کافه هم از ساعت 8 صبح تا 11 شب در دسترسه و میتونید برید و شیرینی و حتی بستنی هاش رو امتحان کنید. میرسیم به آخرین کافه که انتخابمون کافه بیکری بانپنه. محیط دلباز برای نشستن داره و انواع قهوه و دسرها رو سرو میکنه که من چیزکیک شکلاتی و کلد بروش رو سفارش دادم که مزه و بافت خیلی خوبی داشت. اما این کافه علاوه بر همه ویژگی های خوبش یه ویژگی دیگه هم داره. اونم اینه که از 8 صبح تا 12 شب هر وقت که بخواید این کافه بازه و فعالیت میکنه. خب رفتیم با هم دیگه کافه ها رو هم دیدیم. امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه و اگر دوست داشتید حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. همچنین اگر جایی رو میشناسید که مثل این کافه ها باشه بهمون معرفی کنید.